با این قدر شرایط، با این قدر حالتهای خوبی که در ما هست، اگر ما و شما نماز ترک کنیم، اگر ما و شما نماز جماعت نخوانیم، ما و شما را هم آشکار میکند که شما مسلمان کامل نیستین، شما زمانه ساز هستین. تا دیروز یک زمانی بود که آمدن مسجد جنایت بود، برای تو یک بانه بود که مرا حکومت نمیگذارد، در قانون ممکن نیست. امروز الحمدلله چنان راهبری داریم که عدلش تمام جمهوری ما و شما را فرا گرفته است. مرحمت، رفته در مسجدهاتون نمازتون نخوانین. قانون برای ما و شما امروز هیچ مانعگی ندارد، هیچ صدی راه نمی شود، فقط ایمان کامل در کار که تا که سنت پیغمبر تا ترک نکنیم. خوشخبر برای همه شما، اویاکیای جمشید برای شما امکانیتی کلان میدهد. کجایی که سفر کردنی هستین، شما میتوانید که از خانه نبرآمده با طریق تلفن بلیط های ارزان را خریداری نمایید و اینچنین از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهانیم. داروخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. فیالیار را خدا رحمت کند، در رشته های نظم میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا، خاتم انبیا حبیب خدا، آن حبیبی که سروری هر دنیا نصیب اوست. این حبیب خدا را حکایت میکند وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگی نماز. این ترجمه و تحلیل حدیث پیغمبر خداست. وقتی که این محبوب دلها، این حبیب خدا وقتی که میگوید از پا که ماند، پایها که دیگر دردمند شد، بیماری بستری شد، دیگر قوت راه گشتن نداشتند، وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. در جاگه خواب بودند، حضرت قوت راه گشتن نداشتند. بناگاه حضرت بلال اذان داد، فریاد زد حی علی الصلاة حی علی الفلاح. حبیب خدا در این جاگه خواب بیقرار شدند، اذان شنیدند. حبیبی که بار هم نماز بی جماعت نخواندند، 5 وقت در مسجد نمازی با جماعت میخواندند. بازم این نمازهای جداگانه داشتند و 5 وقت نماز سیر نمی شدند. این حبیب خدا وقتی که از پا ماند، گوش او را رسید بانگ نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آ. حضرت علی که در خدمت حبیب خدا که قائم بودند، با حضرت علی خطاب کرد. علی گفت
مرا بردار، مرا بردار که از داخل مسجد مؤذن فریاد دارد که بیاید به سوی نماز بیاید، بیاید که در این نماز نجات است. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت علی خدمتگار رسول اکرم، داماد این حبیب خدا، رسول اکرم را آب طهارت دادند، حضرت طهارت کردند، در پشت خود بار کردند. در روایت ها می آید که 3 بار حضرت علی او را آب طهارت می داد، در پشت که بار میکرد. حضرت حبیب خدا که بدنش خیلی ضعیف شده بود و خیلی بیماری وزنی که فرا گرفته بود، نصف راه که میرفت میگفت علی پس گرد که من طهارتم شکست. حضرت پس میگشتند، باز می آمدند، 3 بار میگوید حضرت طهارت دادند، 3 بار آب طهارت گرفتند. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. حضرت میگوید وقتی که برداشتن حبیب خدا گفتن در بعض روایت که ای علی مرا آنقدر بردار که پایهای من در زمین شکیده شکیده رود، تا که آثار قدم من در نزد پروردگار ثواب دارد. هر کدام شما وقتی که از خانه قدم زنان میآیید، در هر یک آثار، در هر یک قدمی که داشته شما، خداوند برای شما مغفرت گناه وعده کردگی است. این حدیثای صحیح پیغمبری خدا. حضرت گفتند که مرا آنقدر بردار که پشتهای پای من در زمین شکیده شکیده رود. اون زمانها این گونه رسته های تازه و آباد نبود، اون زمانها قمزار بود، اون زمان از خس و خاشاک خالی نبود. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، از گرمی زمین میگوید صوفی اللیار که پشت پای حضرت سخته سخته با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. با این قدر مشقت، با این قدر کلفت، حبیب خدا در بالای بستر خواب نکردند، بلکه جایگاه را ترک کردند، آمدن قوت ایستادن نداشتند. گفتند که ابوبکر صدیق پیش در آید. ابوبکر صدیق پیش در آمدند و حبیب خدا از پس او نماز خواندند. در این گونه حالت وزنین رسول اکرم نمازی با جماعت ترک نکردند. از این خاطر صاحب مختصر خدا رحمت و مغفرت کند میگوید الجماعت سنت مؤکده، جماعت سنت مؤکده هست. اگر شما قدرت داشته باشین، اگر شما شرایط آمدن مسجد داشته باشین، لکن بازم این مسجد نه آین، شما ترک سنت مؤکده کردین، شما در نزد پروردگارتان گناهگار میشوید. ببینید امروز چنان امت اسلام را یک تنبلی، یک غفلت چنان فرا گرفته است که اگر ما و شما را 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر اگر معرکه خوردن باشد، قوت داریم، شرایط داریم، میریم برای نفس، برای سیر کردن نفس میریم. لیکن برای که نماز ما در مسجد خوانده شود و این عمل ما طبق گفته حبیب خدا شود، این ما و شما رد میکنیم. به نزد هر طعام پهلوانی، خدا رحمت کند جنونی را، حال ما و شما را دیدن طعام خورها، نفس پرورها، ما و شما را دیدن. حضرت چی گفتن؟ خطاب کردن به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. وقتی اگر عبادت پروردگار شود، وقتی که اذان از بالای هر حال چیکار میکنین؟ مثل زنها واری عذرهای شما پیدا شدن میگیرد، هر گونه عذر پیش آوردن میگیری. بچم پام نمیشود، بچم وقتم نیست، احوالم بدای، در خانه هیچ کس نیست، لباسم بی نمازای و هر گونه عذرها پیدا شدن میگیرد. به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی کوها به عزم بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. همه جا می رای، مثل گاواری خوراک تا خورده می تانی. تمام دنیا را اگر بارد کنن، بار دنیا را کشیده می تانی.
اگر در یک زمین داشته باشی برای زمینت از سحر تا بیگه در همون زمین میستی، برای که یک ماه یا 2 ماه خوراکی تو پیدا شود. لیکن در یاد تو آمدن مسجد هیچگاه نمیزند، دل تو بار هم به مسجد نمیسوزد. امروز شکرانه کنین، خدا این استقلالیت و این آزادی را برای شما داده است. باور کنین این نعمت گران است. خودتان میشینین میگوین که تراویح را خواندن نمیتانستین. شما همین سخنها از زبان شما پدرای عزیز میبراید، تراویح ما خواندن نمیتانیم، پدرها ما را بدرقه کردن فلان و فلان. امروز الحمدلله که این شرایط بهترین آمده است. چرا شما شکر نمیکنید؟ درهای مسجد کشاده است، فقط آدمی با تقوا میکاود، فقط آدمی ایماندار میکاود. مرحمت بیا دروازه ها هوی، دیگر چی بانه داری؟ کشی چون گاو دائم بار دنیا، شوی در خدمت مولا کسل ها. مثل گاواری دنیا را در طلب دنیا، در پرورش نفست غطه زدگی هستی، لیکن در خدمت مولای خودت، در فرمان پروردگار خودت اینقدر عاجز آمدی. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتشان کند، بار نماز عصر را خواندند. نماز عصر خوانده شد، فاتحه و دعا کرده شد و بر جمعیت نگاه کرد. اونها عجیب ایمان با قوت داشتند. جماعت نظر کردند که یک نفر در جماعت اشتراک ندارد. حضرت گفتند فلانی در کجاست؟ گفتند شاید بیمار باشد. حضرت عمر از مسجد راست خانه همون کس رفتند. چرا در جماعت اشتراک نمیکنه؟ آمدن دروازه این مرد که در جماعت اشتراک نداشت تق تق کردند. مرد از خانه برآمد. مرد در خانه بود که حضرت عمر در را تق تق کرد. از داخل صدا شد کی هستی؟ گفت فرزند خطاب هستم، عمر هستم. وقتی این مرد میگوید نام عمر را شنید، یک لرزه وجود او را فرا گرفت. حضرت عمر چنان از خدا می ترسیدند، چنان یک هیبتی داشتند که تمام مردم را هیبت او فرا گرفتگی بود. زیرا وای عدالت داشت، وای حقیقت شناس بود. گفت عمر ابن الخطاب هستم. میگوید این مرد با شتاب دوان آمد دروازه را کشاد و سلام داد، السلام علیکم، و تعظیمی بر عمر کرد. حضرت عمر گفتند از جانب مسجد صدا شد، از بالای آسمان پروردگار تو حی علی الصلاة گفت، بیا به سوی نماز. حی علی الفلاح گفت، سخن پروردگار تا رد کردی و سخن عمر ابن الخطاب اجابت کردی و پیش عمر آمدی. از خدا بترس. گفت از خدا بترس که سخن عمر برای تو قبول شد، دروازه را به بالای عمر کشادی، دوان دوان آمدی، لیکن سخن پروردگار تا رد کردی. از خدای خودت بترس. عمر این گونه خصلتی داشتند. این سحر یک جوان برای من یک سخن گفت که از زبان یک خیلی آدم ناکس، نالایق، یک بدبخت که سرزنش حضرت عمر را کرده بود است. من یقین میدانم که وای شیعه هست، وای شیعه هست، وای کسی هست که آرامی تاجیکستان را نمیخواهد، وای کسی هست که میخواهد در بین ما و شما باز اختلاف ها پیدا شود. این گونه رویه ها در بین ما و شما پیدا شدن، احتیاط کنید. میگوید یک مرد در یک معرکه حضرت عمر سرزنش میکند، حضرت عمر قبیح میگوید، دشنام میدهد. ای انسان، تو با خبر باش که حدیث بخاری و مسلم است. باری میگوید پیغمبر خدا در طرف راستش ابوبکر صدیق بود، در طرف چپش حضرت عمر بود. میگوید به طرف مردم اشاره کرد،
روز قیامت گفت دستای هر ایشان قفی دست ابوبکر دست عمره. روز قیامت گفت از قبر ما همچنان میخیزیم، با عمر و با ابوبکر میخیزیم. این یک شرف است که در پهلوی پیغمبر خدا ابوبکر خوابیده است، امروز در پهلوی پیغمبر خدا عمر خوابیده است. این شرف است. ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه. پیغمبر خدا را حدیثش است که خداوند حقیقت را در دل و زبان عمر نهادگی است. ای عمر گفت چنان حیات بسر میبری که یک رفیق در حیاتت نمیابی، زیرا تو حقیقت گو هستی. چنان حقیقت داری که یک رفیق را تو در دنیا صاحب نمیشه. این خصلت‌های خوبی عمر بود. چگونه همی انسان زبانش کشاده می شود، عمر را سرزنش میکند، ابوبکر را سرزنش میکند. خوش به حال همون جوانی که در همون حالت دندان این بدبخت را میشکند، خوش به حالش. بار حضرت عمر میگوید شب بود، اون حضرت از تمام اهالی مدینه خبر میگرفت، شب خواب نداشتند. آیا برای اونا خواب شیرین نبود؟ خواب شیرین بود، لیکن از قیامت میترسیدند، حق رعیت پایمال نمی کردند. شب بود میگوید عبدالرحمن ابن عوف میگوید همراه من بود. شب وقتی در کوچه های مدینه میگشتیم نگاه کردیم که در یک گوشه مدینه یک علاوه میسوزد. عمر گفت این کی باشد در این نصف شب؟ وقتی نزدیک آمدیم نگاه کردیم که یک زن 4 فرزند دارد، فرزندهاش گریه دارند، با آواز بلند میگویند مادر جان گرسنه ماندیم، مادر جان گرسنه ماندیم. عمر وقتی صدای این میگه تفلکا را شنید، عبدالرحمن میگه دیگر طاقت نکرد و از این مادر پرسید در این دیگ چی داری؟ گفت در این دیگ آب دارم و در داخلش یک چند دانه سنگ را پرتافتم و این فرزندها را فریب داده ایستادم که الحال خوراک شما تیار می شود، الحال خوراک شما تیار می شود. شاید که اینها را خواب برد، لیکن خواب نمی برد. این مادر میگوید عمر را نشناخت، ندانست که این عمر است. حضرت میگوید دوان عبدالرحمن را گرفت و با بیت المال آمد میگوید یک مقدار روغن و یک مقدار عسل و یک مقدار آرد را گرفت و آمد میگوید خود عبدالرحمن میگوید حضرت میگوید آمد که الک آتش خاموش شده است، خود میگوید علاو میکرد، پوف میکرد، از ریشهای مبارک میگوید دود بیرون میشد، گلوی مبارک میگوید دود فرا میگرفت، پوف میکرد، علاو این دیگ را در داد. خود با دست خود میگوید یک آتله تیار کرد و در پیش این زن و کودک ها گذاشت. این زن گفتن که خوش به حالت، گفتن ای مرد، گفتن کاش که در جای عمر تو میشدی و این مدینه و این خلافت مؤمن ها زیبنده تو بود. گفت چرا عمر در تخت خلافت نشستگی است؟ عمر میگوید گفتن ای مادر، گفتن این شهر کلان است، عمر به همه این نمی رسد، عمر از حال همه شما درکدار نمی شود. میگوید وقتی خوراک دادن همین عمر امیر المؤمنین وقتی میگوید نگاه کرد که کودکا خوراک خوردن، سیر کردن، خواب کردن، عبدالرحمن میگوید یک سنگ کلانی بود، از پس همون سنگ نگاه میکرد کودکا چگونه خواب هستند. وقتی اونها را در حالت خواب دید میگوید پس گشت آمدن و میگه به این مادر اعلان کرد که سحر به مسجد بیا، اونجا من برای تو عمر را نشان میدهم که عمر کی هست. عبدالرحمن ابن عوف میگوید وقتی که ما سحر بامداد خواندیم نگاه کردیم از دروازه همان زن با همراه کودک ها در آمد. وقتی عمر را میگه در محراب دید و مردم همه مراجعت دارد امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، این زن میگوید خجالت شدن، گفتن ای عمر، گفتن مرا ببخش که من شب خیلی شما را سخنهای درشت گفتم، سرزنیش کردم. عمر گفتن نه، گفتن این سرزنیش نبود، تا بروز گفتن حضرت عمر من خواب نداشتم، تا بروز گفتن من در گریه بودم که حال شما را در قیامت چی جواب میگویم. و میگوید گفتن ای مادر از من راضی شدی؟ گفتن راضی شدم. گفت در اینجا یک مکتوب بنویس با دست، خدا ترسی را ببینید، یک مکتوب با دست خود بنویس و بگو که من از عمر راضی هستم.
و نویساند که من از عمر راضی هستم. عبدالله ابن مسعود فریاد زد، عبدالرحمن ابن عوف فریاد زد، گفت در زیرش امضا کنید، امضا کنید که این زن از عمر راضی هست. میگوید امضا کردند و گفت ای گفتند پیروان عمر گفتند وقتی عمر از دنیا میگذرد شما را به خدا قسم میدهم که همین در پهلوی من در قبر همین مکتوب گذاره تا که در پیشگاه خدا من جوابگر نباشد. عمر چگونه شخصیت بود، این گونه خدا ترسی داشت. این نجس ها و این بدبخت هایی که عمر امروز ملامت میکنن خودشان چی خدمت کردن؟ خودشان کی هستن اونها؟ اگر اونها را تفتیش کنیم با حال که یگان حرامی هست، وای از بلد زنا هست، وای حلالی نیست، بار هم وای بدبخت دو رکعت نماز تهجد در شب خواندگی نیست، یک آدم نماز خوان کردگی نیست، میخیزن عمر را سرزنش میکنن. در این مسئله ما و شما با احتیاط باشیم و این عمری هست که برای نمازی با جماعت اینقدر کوشش میکردن. اگر عمر از خدا نمیترسید پس کجا خیس رفت برای یک آدمی که در قوم در جماعت اشتراک نمیکند برای او شده اینقدر سرگردانی کردند و یا اینقدر تحقیر کردند. انشاءالله من جمعه آینده در باب این فضیلت های نماز جماعت باز با شما صحبت میکنم، زیرا خیلی حدیث های پیغمبر خدا ناگفتمان و به همه شما خبر میدهم که روز سه شنبه چگونه که همه شما انشاءالله میدانید یا کسانی که ندانند روز سه شنبه ما و شما باید که روزدار باشیم. یعنی روز دوشنبه خدا خواسته باشد نماز تراویح میخوانیم، کار کنین که البته جماعت های مسجد ترک نکنین. برای همون چهارسومی که در صدقه فطر ما و شما را میدهند برای او شده ترک سنت پیغمبر در راه ندهین. کار کنین که نمازهاتون در مسجد خوانده شود. زود است که این میگذرد. صدقه فطر شاید اون 50 سامان شود، 100 سامان شود، لیکن ثواب این نماز با جماعت، ثواب اینی که در مسجد خوانده می شود، این خیلی زاید است، خیلی زیاد است. و به همه امام ها هم یک التماس دارم که در همین یک ماه مبارک کار کنن که در بین مردم ترغیب و تشویق کنن، مردم به سوی مسجد دعوت کنن، در بین مردم در نیم ساعت اقلا جدا کنن، در بین مردم امر معروف کنن، نهی از منکر کنن. این افضل و بهتر است. چند برادرها امروز در مسجد که برای بنای مسجد امروزها ما و شما میدونیم الحمدلله که خیلی کار یعنی با صورت بلند رفته ایستاده است. اینم باشد البته از یاردم شما خالی نیست و امروز خیلی یعنی گرانی و وزنینی در ساختن البته عمارت ها آمدگی است که همه شما میدانین. اگر مبادای از شما من یک خواهش دارم که در خانه هاتون اگر همین ارماتور داشته باشین کدام مثال اندازه نباشد. این کاری بسیاری یک چیز است که اگر هر کس یک تایی پرتاید میدونید چند قدر ارماتور میشود، ثوابش مثال برای شما میرسد. امروز همه این دما قوت پیدا کردن نمیتونیم که خریم، همه این بسیار خراجات کلانی هست. بازم این الحمدلله که امروز خیلی آدم ها یعنی یاردم ها کردن. میخواهم در حق اینها ما و شما یک دعا کنیم که برادر ما مقسوم میرزا از که سیمین فروش هستند، سیمین روان کردن، اکای بهرام در حق پدرشون گفت از دعا کنید. برادرمان حاجی بوری خان که اعضای مسجد ما و شما هستند و اینم برادرم در مسجدم سوم یاردم کردن. یک برادر دیگه میگه جیر قلم میرفته است، همینجا یک مبلغ گذاشته است که در حق من دعا کنید. انا ارکیتکتری شهرم برای کشیدن رسم همین مسجد خدمتی خودشون گذاشتن، در حقشون گفتن دعا کنیم. برادر ما خیرالدین پسر اکای باقی مراد یک قالین میگد آوردن به مسجد. فتح الله پسر بابا خان و مگزین ساختمانی که میخچه و تخته و دیگر چیزها آوردن در حق اون کسانی که در ساختمان مسجد یاری رسانده ایستادند. یعنی در اینجا باز به زمانی که جوانهایی که ما با پول کار میکنن باز مثل بابای حاجی شاهین و بابای شریف و دیگر دادرهایی که من
و اونها خبر میدهم میآیند در اینجا خدمت میکنند. خیلی خدمتی کلان اونها رسیده ایستاده است. بابا استاد شریف است، برادرمون شیرعلی هست، حاجی نعمت الله که خیلی با کم ازش خیلی خدمت‌های زیاد میکنه در همین مسجد ما، و یک معلم دیگر هم 100 سامان آورده دادن. برادرمون اکبر در اینجا خدمتاشون هست. اینجا بسیار در حق صندوق خیریه هم خدا را شکر که یعنی هر جمعه ما از این حساب صندوق خیریه همین معاش جوانها را دادن میتونیم، اون کسانی که در مسجد علاقه خدمت کرده ایستادند. محمد برادرمان 50 سامان پسری نو یافته است، دعا کنید که یعنی قاری قرآن شود گفته. خب برای پایه های مسجد هم یک برادرمان حاجی هم در همین جای یاردم کردگی هستند، در حق پدرم گفته است دعا کنید. و محمد رحیم